سلام علیکم. در محله ما یک مسجد خورده است. زمان یک پیرمرد امام آن مسجد بود. روز با نماز و تعلیم می‌گذراند و دنیا رغبتی نداشت. سالها همین طور می‌گذشتند و محبت همدی‌ها را به دست آورده بود. کلانسالان را مثل برادر و جوانان را مثل پسر می‌دانست. به آنها راه‌های نیکی را یاد می‌داد. وقت‌های آخر از چه سبب باشد که شماره نمازگزاران کم شدن گرفت. روز امام که این را تماشا می‌کرد از نمازگزاران پرسید: با مردمان چی شده ایستاده است؟ و خصوص جوانانی که به مسجد می آمدند. آنها در دیسکوتک‌ها در خانه‌های رقص هستند. دیسکوتک؟ این باز چی است؟ یکی از نمازگزاران با آواز پست و پر از خجالت گفت: دیسکوتک یک تالار کلان است. در بین زل یک صحنه بلند گذاشته شده، دختران به آن صحنه برآمده رقص می‌کنند. مردمی در گرد صحنه ایستاده تماشاکنان می‌رقصند. شد، بس است. خدایا خودت نگهبان باش. با علم سر جنبانید. مگر تماشابینان هم فرزندان مسلمان هستند؟ بله. لا حول ولا قوة الا بالله. پس ما باید به آن مردمان نصیحت کنیم. همین طور او با یک نفس از جا برخاست. یکی از نمازگزاران سراسیمه‌وار گفت: ای شیخ، می‌خواهید آدمان را در دیسکوتک نصیحت کنید؟ و از صف برآمده پیش امام را گرفت. البته، چرا من این کار را نکنم؟ نمازگزار گرچند سر راه امام را گرفت ولی جهد او را پس کرده نتوانست. چون این گفت: در آنجا شما را مسخره کردنشان ممکن. آدمانی که به آنجا رفتند بی حیا گشتند. آنها از آزار دادن شما خسته نمی‌شوند. این را شنیده باز ایستاد. چهره‌اش سرخ شد و خطاب کرد: آیا ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم را برتری داریم؟ آیا ما و مسلمانان دنیا نتیجه تحمل فتنه‌های تلخ و تمسخر نسبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیستیم؟ هر یک نمازخوان را از دستش گرفته: بیایید آن دیسکوتک را به من نشان دهید گفت. مردم شهدم قدم زدن امام خود را دیده از قفای او دنباله شدند. من همان دیسکوتک نمودار شد. ها انا. صاحب بنا نیز در سایه درخت نزد بنا دراز کشیده نشسته است. چون دید که ازدحام می آیند دست بر پیشانی گذاشته به آن نگاه کرد. به فکرم توی جشن است. آنها توپ شده می آیند فکر می کرد. نه، گمانش نادرست بود. حتی بعد گردش آخرین مردم به طرف او نزدیک می شدند. جمع آمدگان و مردی در آنجا نشسته اهمیت نداده سوی بنا روان شدند. به کجا ای مردم؟ باز ایستید. من صاحب اینجا هستم. شما حق ندارید به اجازت من نزدیک شوید. من به شما میگویم که به قفا گردید. با شنیدن گپ صاحب بنا آنها باز ایستادند. چرا آمدنشان را فهماندند. از این کار برنگشتن را نیست. صاحب بنا مقصد آنها را درک کرده باز ضدیت میکرد. آخر این بیزنسی من است. اگر مزاجان نبیایند من چیکار میکنم؟ وای داد میکرد. گپ سر پول بود. در حال با او پول پیشنهاد کردند. بعد ملاحظه کوتاه با او در آمد یک روزه دیسکوتک را دادند. مایلش فقط پگاه می آید. خود را به ناراضگی زده حاضر باشد به خانه روید گفت. یک روز گذشت. همان دیسکوتک. در اطراف صحنه مردم دیسکوتک بی صبرانه انتظار آغاز نمایش پر از فحش بودند. وقتی شخصی که به سیدر
نگریسته به رحمت خدا دعوت می کند و از آن گفته می شود گویا همه مردمی که شیطان را خللدار کردند نمی خواهند یکدیگر را دعوت کرده در اینجا جمع می شوند. در چهره اشان نور نیست. چشمان شیر کیفشان پر از طمع است. دود از دهان سیگارکش براینده بدبویتر است یا که سخن فحش او. نه خودش و نه هم صحبتش پی نمی برند. آنها به این زندگی عادت کردند. و عجب، مگر آدم اینقدر زود تغییر می یابد؟ همه بی صبرانه فریاد می زدند کنین نمایشت را سر کن، تماشا گفته ما را جمع کردی سر کن. چی تیار کردید شما؟ پرده بالای صحنه برداشته می شد. یک کرسی کلان در صحنه در مابین زال که با نور کم منور می شد. در آنجا مرد نشسته بود که ریش سفیدش سینه اش را پر می کرد. بله، فهمیدید که آن همان امام است. این را دیده زال ناگهان خاموش شد و خاموشی که ثانیه ها دوام کرد ناگهان به اضطراب تبدیل یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. آوازی با وقار غلاغول زال را بریده به زال پهن می شد. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. کسی جفت جفت می خندد، کسی غم می خورد، کسی مستانه فریاد می زد. همین بود است به ما تیار کرده اش. حتی بعضی ها روی راست اعتراض می کردند این آیا به شما معروضه خانه است؟ پیچ راست می زدند. امام باشد سخنش را دوام داد. مردی که در کنار تالار می ایستاد ناگهان به یکی از کرسی ها برآمد و مردم را به آرامی دعوت کرد. شما را گفته آمده است کی آخرین بار آیت و یا حدیث به گوش شما در آمده است؟ گوش کنید. زال آهسته آهسته خاموش شدن گرفت. امام بی‌پروایانه از رویدادهای اطرافش رخ داده سخنش را ادامه داد. زال تماما خاموش شد. تنها سخنان با حکمت امام با قرائت زیبا و آیت‌های تأثیر بخش صدا می‌داد. آن آیت‌های پرمعنا قادرند کوه را آب کنند. حدیث‌های با حکمت، مثال‌ها از روزگار بعضی بزرگان. این مردم بار آخر این سخنان را کی شنیدند؟ حتی بعضی ها شاید نشنیدند. امام اشک چشمانش را پنهان کرده سخن را ادامه میداد. ای مردم، شما عمری دراز دیدید. با الله بسیار نافرمانی کردید. کدام از شما می تواند به من لذت آورد که در یک گناه پیشترش یافته بود؟ کنی آن لذت ها نیست، همگی فراموش شدند، اما اسارتش باقی ماند. اسارتش چی میگوید؟ صحیفه های سیاه، صحیفه های ننگین در روز قیامت شرمنده کننده و نوشته های در آن یک به یک جواب می دهید. روز قیامت، آن روز خیلی نزدیک است. آن روز در نزد قهار و الله تنها می ایستد. ای آدمان، آیا شما می دانید که چیکار کرده ایستاده اید؟ آیا می دانید که این عملها شما را به کجا می برد؟ هیچ جگه از شما به آتش این دنیا تاب آورده نمی تواند. آیا می دانید که آن آتشی که شما امروز از آن می ترسید از 71 آتش دوزخ در قیامت است؟ شتابید و هرچی زودتر توبه کنید. سخنان امام تأثیر بخش بودند.
زیرا آن سخنان از قلب می برآمد. درست است که گفته های از قلب براینده به قلب می درآید. سخنان او دل انسان های راست را پر می کرد. مردم با یاد گناه های خود گریه می کردند. امام این را حس کرده معروضه را پرزور کرد. سپس دستانش را به دعا گشاد و به آنها مغفرت و آمرزششان خواست. زل از آواز همصدای انسانها به لرزه می آمد. آمین آمین. بعد از جایش خیست. او با وقار و هیبت از تالار برآمد. همه مردم، باور کنید، همه از پی امام رفتند. آنها توبه کردند. به شرافت امام فهمیدند که چرا در این دنیا زندگی میکنند. لذت‌های لحظه‌ای، رقص‌های بیفایده به نظر میرسند. وقتی که صحیفه ها را تقسیم کردند، درک کردند که اگر گناه ها زیاد باشد دیر می شود. در بیرون در سایه آن درخت صاحب بینا می ایستاد. نمود ظاهری او نیز مثل دیروزه نبود. و امام پیشواز برآمد و توبه اش را اعلان کرد. در پیش نظر همه از گناه هایش توبه کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.